سلام علیکم هموطنان عزیز، بینندگان گرامی. اینک باز در برنامه نوبتی خودمون قرار داریم در کانال یوتیوبی پیمان ملی تاجیکستان و در کانال ماهوره‌ای پیام تره. خب شما میخواهیم که در کانال یوتیوبی پیمان ملی تاجیکستان تابع شوید و در زیر شرح ها نویسید. خب بازر کمی انتظار شویم تعداد مردم کمی جمع شود تعداده و بعد به محتوای برنامه میگردیم. خب همزمان میخواستم از تماشابینان کانال ماهوره‌ای پیام تیوی معذرت خواهم که اینک در جمهوری اوکراین خیلی که شما میدانید جنگ در جریان است و استودیوی اساسی کانال پیام تیوی در اوکراین قرار داشت و بعضی شاید برنامه ها چند لحظه خواب از پخش بعض برنامه ها برای ما دست ندهد. از همین خاطر از تماشابینان معذرت میخواهیم و شاید بعضی برنامه های تکراری میروند، تکراری بیشتر میروند و آنهایی که در جمهوری تاجیکستان ما را تماشا دارند، کانال پیام تیوی را تماشا دارند و در دیگر نقطه های عالم، خب این مشکل موقتی است و میخواستم که شما در جریان باشید و اینک 15 نفر در کانال جمع آمده. خب میخواستم خب از خود درکید در شرح او چیزی نویسید. با نوشتن شما در شرح او شاید نیو خب در فهرستی یوتیوب ما بالاتر میرویم، گرچنده که در وضعیت حاضر که جنگ در اوکراین جریان دارد خیلی سنگین است برنامه های تاجیکی در کانال های یوتیوبی یعنی در سرخط قرار بگیرند یا در خط بالاتر قرار بگیرند، چون که وضعیت اوکراین مسئله اوکراین رو در سرخط خبرها قرار داده است و شاید خب دیرتر کمتر ما رو توصیه خواهد داد، یوتیوب کانال های ما رو توصیه خواهد داد. برای همین ما که مشکل داخلی تاجیکستان رو اساسا پیگیری میکنیم، ما باید خب البته که در این قضیه های جهانی هم ما باید بی‌طرف نباشیم، لیکن تمام قضیه های جهانی حتی قضیه امروزه اوکراین در مقایسه با مشکلی هایی که ما در داخل تاجیکستان داریم، مشکلی بدخشان، مشکلی تمام تاجیکستان، مشکلی خب حتی مشکلی همین جنگ اوکراین هم باعث مشکلی باز تاجیکان می شود، چون مهاجران مهنتی ما حدود 2 میلیون نفر در روسیه قرار دارند و خیلی که ما شما شاهد هستیم بر اثر تحریم های وارد کرده به روسیه شاید به چند لحظه دیگر ما یعنی شاهدی خیلی بحران شدید اقتصادی در روسیه خواهیم شد و شاید تعداد از مهاجران مهنتی ما هم معاششان کم می شود و هم جای کار رو شاید از دست بدهند. برای همین این مشکل هم
اساساً مشکل اوکراین، جنگ روسیه و اوکراین بیشترین تاثیر رو بر اوکراین خواهد داشت و بعد از اوکراین شاید برای تاجیکستان تاثیر بیشتری خواهد داشت، چون که تاجیکستان شدیداً پابند همان مهاجرت مهنتی در روسیه است و بعد از اوکراین دویم دولت خواهیم بود که تمام بدبختی های این جنگ را در خود چی میکنیم تجربه میکنیم و متاسفانه در این روز و ساعت زیاد تاجیکا شاهد میشویم در رسانه ها، در شبکه های اجتماعی که زیاد تاجیکا هستند که از این جنگ جانبداری میکنن، یعنی از این هجوم روسیه به خاک اوکراین جانبداری میکنن و این بسیار باعث تاسف است. چخیل می شود که ما برای آزادی خود، برای آزادی وطن خود مبارزه بریم، ولی در همزمان با این برای چنین آزادی مبارزه بردن خلق اوکراین ما بیاییم و هوادار خب قشونهای روس و جنگ روسیه با این کشور باشیم. زیاد هموطنان ما متاسفانه در این قضیه بسیار جانبداری جنگند که این باعث نگرانی است. چون که باعث نگرانی برای چه است؟ چون که با همین شهروندان ما میخواهیم تاجیکستان را به یک تاجیکستان آزاد، دموکراتی، دنیوی، حقوق بنیاد، یک جای ارزنده در دنیا بگیرد، تبدیل دادنی باشیم و چنین شهروندا خیلی ما تبدیل میدیم. این خیلی مشکل است. خب تعداد معین جمع شدن تماشابین و اکنون به برنامه خود بیوسته میگذاریم. برنامه ما خیلی که شما از ابتدا میدونید برنامه ما خبری تحلیلی است. طول هفته منده خبرهای خودم جالب بودند اونها را با شما هم رسانی میکنم و با شما مورد خب چیز قرار میدیم. ببینید، یک خبری که هفته گذشته خیلی برایم جالب بود. خب جدا از واقعه اوکراین شاید برای مردم خیلی عجایب نه تا بد یعنی چیز نباشد، لیکن برای من میخواستم این مسئله رو به میان گذارم. وکیلان پارلمان تاجیکستان پیشنهاد کردند که زندگی دختر و پسری از 7 ساله بالا در یک حجره منع کرده شود. خیلی خیلی قانون یا قراری سر وقتی نه، خیلی درست بگویم خیلی واقع بینانه است. واقع بینانه نه، درست است. یعنی دختر و پسر باید در خانه های جداگانه زندگی کنند. واقعا چنین است. چه در خب عنعنه اسلامی و چه در غرب. بیایم ما این قانون ها از غرب گرفته شدن، در آلمان باشد در دیگر کشورها همین قانون است. یعنی طلب می شود که اگر 4 فرزند داشته باشی، اگر 2 فرزند داشته باشی، حداقل 4 خانگی باید کرایه گیری. اگر نگیری باعث مشکل برای تو ایجاد میکنن. اما ساختارهای دولتی میوند و میگن که شرایط برای فرزندات شرایط مهیا نکرده ای و حتی تاجیک هم پیدا شد در همین اروپا که تاجیک را قریب بود که از حق پدری، از حق والدی محروم می ساختن به خاطر اون که شرایط خوبه برای فرزنداش مهیا نساخته است. این بسیار خوب است در جهانی که میتواند به
در کشورهایی که شهروند معاش دارد، شهروند میتواند برای فرزنداش چنین شرایط رو مهیا سازد و این یک امر طبیعی است. ولی در تاجیکستان بیاید خودمان قضاوت کنیم، ها در تاجیکستان چنین شرایط را طلب کردن چنین شرایط از تمام شهروندان، از اون شهروندانی که شما اونها را در توی و معرکه هاشون میخواید دسترخانهشون چین کنید و میخواید تعداد میموناشون حساب کنید، به خاطر آنکه اونها یعنی قدرت چنین توی گذرانی را ندارند، چنین معرکه گذرانی را ندارند و از همین مردم شما طلب دارید که اونها بیایند و برای 2 فرزند 3 فرزند خانه های جداگانه باید مهیا سازند و در آنجا باید هر یک کودک خانه خودش داشته باشد. بسیار اقدام خوب است، لیکن شرایط شما آیا اجازه میدهد؟ و من از چی میترسم؟ باز از اما میترسم که این هم یک منبع، یعنی یک منبع فشار و یک منبع فشار خودسرانه بالای مردم بیچاره می شود که می آیند شاید از کدام والدین در خانه شان می بینند که چنین شرایط نیست و می آیند خیلی که با تنظیم مردم جریمه می کنند و مسئولیت پدر و مادر در تربیه فرزند و همین خیلی قانون ها قطعی مردم جریمه و مردم فشار میورند و رشوه میستانند. شاید اینم یک واسطه می شود که همین قانونی که قبول کردن یک واسطه برای خب فشار آوردن به مردم می شود. و خب در بدخشان اصلا عجایب می شود که ما خب انعنه داریم یک خانه کلان، من با فرزندان در یک خانه کلان 64 متر مربع ساختگی در همانجا زندگی میکردیم و هیچ مشکلی نداشتیم. و خب دیگر در بدخشان این نمیدونم چخیل این در دیههای بدخشان از وخان سرکرده تا روشان و تا مرغاب اینا چخیل جاری میکنن، در یورتهای قرغز ها چخیل اینا جاری میکنن. اون شرایطی که ما داریم اون شرایط جوابگو نیست و اگر چنین طلب را باز با جریمه ها و با رشوه‌ستانی ها بیایند، من میترسم که همین خیلی میشود که میایند و میگن که شما شرایط تامین نکردید و مسئولیت در تربیه فرزند و دیگر و بعد میایند و جریمه کنی را شروع میکنن. خب این خیلی خبری برای من جالب بود، برای همین این را در میان گذاشتم. خبر دیگری که باز هفته گذشته بود، چون حاضر خبرهای بودن که برای من جالب بودن، گفتم این خبرها رو من باید در برنامه هم تحلیل کنم، ولی اومد وضعیت خب امنیتی در بدخشان، هنوزم وضعیت بدخشان خوب نیست، لیکن چون از آهسته باز میگذاریم به برنامه های دیگر هم، خبرهای دیگر هم باید گفته شوند، برای همین آمدیم و به فرمت برنامه همون برگشتیم. و خبر دویمی که میخواستم با شما کمی کونتر است، شاید 2 هفته پیش باشد. در قرغیزستان هر روزی خدمت حربی در بادکند را 2 روز حساب میکردن، یعنی چه برای عسکر قطاری و چه برای افسر و پراپورچیک و دیگرها. ببینید عسکر قطاری اگر 1 روز خدمت کند 2 روز حساب میشود و اگر 2 سال خدمت خب 2 سال خدمت حساب کنند، در 1 سال 2 سالش رو پر میکنند و 2 سال برای او حساب میکنند. و البته اون معاشی که عسکرای قطاری هم در دوره شوروی ما داشتیم 700 و چند تین معاش، همه عسکرای شوروی امان هم 2 برابر میتین. و برای افسرها هم همین خیل
دو برابر معاش و دو برابر خب به گفت عربی‌ها ویسلوگلیت میگوین، یعنی سابقه کاری برای یک روز دو روز، برای یک سال دو سال. و این برای جمهوری قرقیزستان برای اون کرده است که خب خدمات خب برای شهروندان خود مهمیت مرز، مهمیت همین مسئله مرزی را چخیل اونها برای شهروندان خود نشان داده ایستادند. یعنی حربیان اونها چخیل صاحب احترامند، چخیل اونها را خب چی میکنند، یعنی هوسمند میکنند برای اون که اونها استادگری کنند. در ما چی؟ در ما میآیند و در همین چارکو میآیند و مادران را گروگان میگیرند تا اونها فرزندان خود را از روسیه دعوت کنند و با وای نقشه دعوت همین نوعه اسفره را پر کنند. در خاطر داریم. یا او بیچاره است، قشونه هایی که امروز در خوروخ در همان برف چند قریب 1 متره اونها را آوردند اونجا و اون میرگن ها را که به کوه ها برآوردند، طبق خبرهایی که ما داریم 2 نفر از اونها جان به جبار سپردند، یعنی در همان بلندی از خنوکی و از سردی و از گشنگی شاید باشد جان دادند. و 8 نفر دیگر طبق اطلاعی که ما در دست داریم 8 نفر دیگر رو پایشان بریدند بر اثر سرمازدگی. و همه اونها نه یک روز برای 2 روز، یعنی در بدخشان در خوروغ عملا وضعیت جنگی، وضعیت فوق‌العاده عمل میکند، لیکن از نگاه حقوقی او را اعلان نکردند و همون نظامیان بر علاوه از پایمال کردن حقوق خود ساکنان بدخشان باز آمدند حقوق همون نظامیان و قدرتی هایی که در آنجا خدمت میکنند در آنجا خب با امر همین جنابشان در آنجا مستقر شدند و آمادگی به جنگ میبینند، باز حقوق آنها هم پایمال شده است، چون وضعیت فوق‌العاده اعلان نشده اونجا عمل میکند. اگر وضعیت فوق‌العاده اعلان میکردند اون وقت این عسکران و افسران رنگ اما قرقیزها برای 1 روز خدمتشان 2 روز حساب میشد و معاششان هم 2 چند داده میشد، لیکن این را هم نکردند. بر عوض پایمال حقوق ساکنان بدخشان همین نظامیانی که اومدن به خاطر جنگ در این منطقه اینها هم حقوقشان پایمال شده است. ولی قرقیزستان خیلی که شاید شدید در بادکن، کسی که در بادکن اون نظامیانی که در بادکن ادای خدمت میکنن اونها را 1 روز 2 روز و 1 معاش 2 معاش داده همین خیلی هوسمند میکنن که این است دولتداری، این است دولتداری و این است منفعت دولت را حمایه کردن از طرف دولت. در ما برعکس در همین مسئله مرزی اساساً منفعت بیزنس و خانوادگی و اینها باید گرفته می شود، یعنی اون بیزنس خانوادگی، اون قاچاق مواد سوخت، قاچاق دیگر مواد از این طرف از اون طرف، همین منفعت ها رو فقط در نظر دارند و همه مشکلی های در مرز بودگی، همه درگیری هایی که در مرز بودند طبق اطلاعی که ما در دست داریم محض به خاطر همین روپوش کردن همین عملهای قاچاقبرانه، یعنی عملهای غیر قانونی همین عائله و نزدیکان یتیم و دیگر به همین خاطر. یعنی یک کشور اونا هم البته من نمیگم که همون
امنیتی های قرقیز و مرزبانان قرقیز هم در قاچاق دست ندارن. خیلی که اینا دست دارن اونا هم دست دارن، لیکن دولت اونها آمده است و برای نظامیان خود همین خیلی شرایط مهیا کرده است. خب یک خبر دیگری که پنج شده بود، این هم خدمت های امام علی رحمانوف ادعا کردند که امام علی رحمانوف سالهای 70 به جنگ ویتنام رفته بود است. خب اینا باز خیلی بعد 30 سال تقریبا 30 سال میشود به سر قدرت آمدن. این از کجا پیدا شد؟ باز چقدر 12 کتاب نوشته است این مرد خدا یا چند کتاب نوشته است. کتاباش هم نمیدونم وای کی می نویسد، کتابا را نوشته است. در همون کتاباش هم همین فکت جا نداشت، ولی یک فکت نوی پیدا شد که این مرد در ویتنام با رمبو جنگ کرده است. از اون طرف رمبو بوده است، از طرف امریکا و از طرف شوروی رحمانوف و رمبو دوم خوده کرده گریخت است. رحمانوف ما رو دیده. خب و یک خبری از همه مهم هفته، این خبر خواب بردن یا از هوش رفتن قاسم رهبر بوده است. ببینید قاسم رهبر هفته گذشته از پلوس مطلبی را نشر کرد که طبق آن یک سازمان بین الخلقی که بر علیه خب و فساد اداری در کل دنیا مبارزه میبرد، همین نهاد نشر کرده است که قاسم رهبر از سال 2004 تا سال 2011 به فکرم در حسابش در بانک شویساریا زیاده از 9 میلیون دلار بوده است. و ببینید مردم ما اومده، همه مردم تقریبا در این موضوع در شبکه‌های اجتماعی نظر میتین و بسیار نظرهای جالب هم میتین. ولی یک هفته پس نه اول بیایید همین مصلحت کنیم. مردم ما آمدند از قاسم رهبر و از فساد و از رشوه و از همه چیز گفتن. ببینید همین مردم تاجیک همه طرفو، نه فقط مخالفین، موافقا هم در شبکه‌های اجتماعی بسیار نوشتند. همه قریب که طنز میکنن این مرد خدا را و میگن که خب همه میدونن که این فساد است. همگی 9 میلیون خنده آور است برای یک فسادکاران تاجیک. مثال اگر اون میلیون های اویله رو گیریم، در نزد اونها 9 میلیون قاسم رهبر هیچ است. لیکن همون نفرایی که در همین جا واکنش کردن، ببینید ما درباره دارایی‌های رحمانوف و اویله‌اش رسما گویا نمیدونیم. رسما در یگان جا گفته نشده است که اینها هم اینقدر قصر دارند و این دارند و وی دارند، ما نداریم. لیکن درباره فرض کردیم قصر 1 میلیارد دلاری پوتین، همین اکثریت شهروندان تاجیکستان خب ترجیح میدادند که یا این را باور نکنند یا حتی اگر باور هم کنند بگویند که خب وی حق دارد. یعنی یک مردکی که چقدر در شبکه‌های اجتماعی شرح ها رو میخوندیم، یعنی یک مردکی که همین دولت ابد قدرت رو در زیر دست دارد، حق دارد همین قدر سوم داشته باشد، همین قدر سوم دزدیده باشد و همین قدر قصر ساخته باشد. یعنی همین شهروندای ما
به رامانوف هم همین اجازت رو میدن، چون رامانوف پادشاه است، پادشاه باید پولش حساب کرده نشود، چقدر خواهد دزدیدن گیرد فرزندوش قطعی. همون یک گروهی که در نسبت قاسم رهبر نظرشون گفتند خوب است گفتند، لیکن در دیگر موردها در مورد رستم، در مورد آزاده، در مورد ایرس، در مورد خود رامانوف، اونها خب اگر خاموشی رو اختیار میکردند خوب بود، لیکن وای خاموشی هم اختیار نمیکنند و اونها حرکت های این فسادکاران دیگر رو توجیه میکنن، یعنی بهانه مییابن برای اونها که خب یا میگن که این دروغ است یا میگن که خب اون حق دارد. لیکن در مسئله قاسم رهبر همه خیلی خوب، اقلا در مسئله قاسم رهبر اگر همه یک دل شدیم، من دیدم که اونهایی که عادتا هیچ در نقد همین حکومتی ها هیچی نمیگن، اونها هم اومدن در مورد همین 9 میلیون دلاری خب قاسم رهبر اقلا طنز با یک نمود طنز کردن. خیلی خوب است، یک دلانه تمام تاجیکا چه موافقش و چه مخالفش یک دلانه این را محکوم کردن و این خیلی خوب است. لیکن از همه عجایبش بهانه‌جویی قاسم رهبر. ببینید از پلوس روز دراز در اتاق کاریش انتظار شد، اونها را با یک نمود دغلی از اونجا راندند. قاسم رهبر نظر نداد، به بس کمین تعریف به گفته اونها آمدن، نتوانستند از اون نظر گرفتن. لیکن بعد یک هفته خود قاسم رهبر به گزیته SSR مصاحبه میتید و من خیلی خب گزیته SSR رو اگر وی واقعا رسانه خبری می بود و اگر واقعا ژورنالیست می داشت، من شاید از اونها تحسین می کردم. لیکن ببینید قاسم رهبر خودش تصمیم گرفت که همین افسانه رو باید به مردم بگوید، در یگان رسانه باید به مردم برساند و این قاسم رهبر تصمیم گرفت به کدام رسانه. و ببینید قاسم رهبر از تمام رسانه ها محض SSR رو یافت. چرا؟ چون که این نشانگر اون است که SSR یک خود رو یک روزنامه مستقل قلمداد میکند، لیکن در اصل این یک خدمات مطبوعاتی همین فسادکاران حکومت رامانوف است. خدمات مطبوعاتی یا ادوکات فرانت خلقی است و همین خیل یک نمود رسانه خبری است که معلوم است دیگر این برای کی کار میکند. ماز به این خاطر قاسم رهبر SSR رو انتخاب کرد که نمیشد در صدای مردم او بیاید مصاحبه امین افسانه را بخواند، یا در همون که بود منبر خلق بود از خلق دموکراتی، اونها نشر نمی کردند همین افسانه را، چون که او آدم خودی است و افسانه او را در روزنامه خودی نشر کردند. این باز شرمنده تر همه اونها را میکرد. آمدند در یافتند اونه که گویا مستقل است لیکن خودی است، SSR رو یافتند و SSR همین مصاحبه را داد و گفت است که این خیلی عجایب در وین بود است، در کجای بود است، این مردک خوب مست کردند، چی کردند، بیهوش کردند و بعد پاسپورتش گرفتند و بعد پاسپورتش قطعی حجت‌ها را جور کردند آوردند، همون حجت‌هایی که ضرور است، یعنی کنترکت بانک خطی کنترکت باید کنی، با همون در بانک رفته اونا خطی شرطنامه میبندی برای صورت حساب کشوردن. همه حجت‌ها را آوردند، این نوش بیهوش بوده است، همه را امضا کرده است. بعد باز همین در بیهوشی کرده است امضا و
اینها با همون صورت حسابی که این کار کرده است در ولایت سوخت همون وقت چی کردند؟ یعنی کار کردند با در اسپی در ولایت سوخت. خیلی خیلی بهانه جالب است، لیکن باز جالبتر از جالبیتش از آن است که محض به روزنامه SSR همین مصاحبه را داده است و این نشانگر آن است که روزنامه SSR یک پروپاگاندا یک تبلیغگری همین حکومت است، یک یعنی در گناهاش رو یک نمود کرده رو پوش کردن است و اون کاری که فرض کردیم با اون جایی که امکان تعریف کردن این حکومت و مقامداران این حکومت است اونجا تعریف میکند و اون جایی که اینها در سر افلاسیش اینا را قپیدی اون میاد و او افلاسی را بیل گرفته، بیل کلام گرفته، سیاف مزراب افلاسی اینا رو از قفای اینا توزه میکند. خب خیلی خبر خیلی 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 جالب بود. خب شاید میمون باشد، میمون رو گوش کنیم، اگر نه باز میرویم ادامه میتیم. میمون نیست، میمون که نباشد. خب میرزا نباتوف خبر داده است که نظری امام علی رحمانوف رو عاید قضیه بدخشان گفته است و گویا که امام علی رحمانوف گفته است که قضیه بدخشان به طور مصالحت آمیز حل شود. خب و اکثر کاربران اینترنت، اکثر کاربران شبکه‌های اجتماعی یک نوع خرسندی هم کرده اند که خب این قضیه بدخشان با یک تنجی و مصالحت آمیز حل می شود. من میخواستم در اینجا یک سوال گذارم، قضیه بدخشان یعنی چی؟ قضیه بدخشان یعنی مصالحت آمیز چی؟ یعنی شما با همین گفتنی بودید که تا همین روز شما خواستید مصالحت ناآمیز اون را حل کنید و او چی قضیه است؟ و اگر امین رحمانوف چی در نظر داشت قضیه بدخشان گفته؟ یعنی این امانمان در نظر داشت که ما جنایتکارا اونجا هستیم، جنایتکاری را روپوش میکنیم، ما به جوابگری آماده نیستیم، یا همون گپایی که همین افسانه‌هایی که 3 ماه اینا در تلویزیون بدخشان میخوانند این هم دوام همون است. یعنی این قضیه بدخشان گفته. قضیه بدخشان یعنی چی؟ قضیه بدخشان این قضیه قتل بیرحمانه گلبدین زیابکوف است. قضیه بدخشان هیچ چیز دیگر نیست. گلبدین زیابکوف و بر اثر قتل گلبدین زیابکوف قتل باز 2 نفر توتشو و گل نظر و باز زخمی کردن 20 و چند نفر و باز چقدر ضررها و همون خیلی که اینا گفتن درخت ها رو که کندن او هم ضرری است که خب مقصر اساسیش خود همین مقامات است. بر اثر قتل بیرحمانه گلبدین همه همین کارا شدن و این جناب عالی آمده باز میگه که قضیه بدخشان باید به طور مصالحت آمیز حل شود. بیاید به طور مصالحت آمیز همون قاتلان گلبدین را آشکار کنید و در همان جایی که جنایت کردند، در جایی که طبق قانونگذاری جمهوری تاجیکستان است، در همان جایی که اونها جنایت صادر کردند در همان جا باید اونها به جوابگری کشیده شوند. در ضمن من میخواستم در همین جا از برنامه پیمان ملی تاجیکستان به شما یادآور شوم. پیمان ملی تاجیکستان در برنامه‌ای که ما در سالگرد پیمان ملی تاجیکستان از آن درک دادیم و خب یک مرامنامه از آن رو نشر هم کردیم و شهروندان رو با آن شناس کردیم. در اونجا ما گفته بودیم که در
مقامات سودی، یعنی در اصلاحات مقامات سودی یک اصلاحات مهمی را ما پیش بینی کردیم که سود نظامی یعنی سود حربی از بین برده می شود. این خیلی سود نیست. سود حربی یک علاید باشد، سود معارف علاید، سود خب حفظ و صحت علاید، سود دیگر سوها علاید. همه شهروندان تاجیکستان در نزد یک سود پاسخگویند، سود خلقی تاجیکستان، یعنی همون سودی که تاجیکستان، جمهوری تاجیکستان سودی طبق کنستیتوسیا که عمل میکنه. بله در تمام دنیا هست اربیتراژ، سود اربیتراژی و اقتصادی او را میگن سودی همون چیز، لیکن سود حربی باید از بین برده شود و همین طریق پروکراتورای حربی، یعنی یگان جنایتی که در قسم‌های حربی صادر کرده می شود، یگان جنایت نباید از چشم مردم پنهان بماند. امروز اون جنایتکارایی که گلبدین را به قتل رساندن، پروکراتور حربی او را تحقیق میکند. بنده خودم در ارتش شوروی خدمت کردم و من خودم میدانم که چقدر جنایت هایی که من شاهد اونها بودم، سودهای حربی اونها را روپوش میکردن. به خاطر چی؟ به خاطر آن که خب آمار وزارت مدافعه ویران نشود. یعنی آمار است چقدر جنایت در قسمهای سرحدی به قید گرفته شده است و چقدر جنایت ها صادر شدند و چقدر جنایت ها یعنی خب تو سود برده شدند. همه این آمار رو امان نظامیان نمیخواهند این آمار اونا ویران شود و سود امان پروکراتور حربی اصلا نظامیان رو میخواد همه وقت امان چی میگن مناسبت های غیر آیین ناموی که بودند و چقدر آدم ها را که باعث معیوب شدن و حتی به قتل رسیدن بودند، همین پروکراتور حربی می اومد و او را با یک بهانه خودکشی میکرد، یگان چیز دیگر. اکثریت چنین پرونده ها در دوران شوروی همین خیلی میشدن، چون که با موجود بودن محض پروکراتور حربی و سود حربی همین جنایت ها رو پوش کرده میشدن. ما و شما شاید بعضی ها بگوین که خب در اونجا بعضی جنایت هایی هستن که فرض کردیم خیانت به دولت و اون رو نمیشود در سود گرجدانی بود. چرا نه؟ در ما دیدیم سود گرجدانی ما چهارشنبه رو 2 روز دیگر در سود پوشیده محکوم میکنن و او را یا چقدر وای زندانی های سیاسی ما رو چقدر آدم ها رو همین خیلی در سودهایی که گویا مخفی یعنی سر دولتی داشتن سود کردن. می شود همون سود حربی رو هم در سود گرجدانی همون 10 نفر جنایتکاری که گلبدین رو به قتل رساندن، می شود اونها رو به سود گرجدانی آورد و در سود گرجدانی اونها رو سود کرد. در اونجا یگان مخفیت نیست، یگان سر دولتی نیست. یا سر دولتی شاید همان باشد که کی امر داد به اونها برای همین جنایت، کی امر داد؟ همین از سر دولتی. بله همین از سر دولتی. سر دولتی دولت اون جنایت های خود رو از مردم خود پوشاندنی باشد، همون رو در تاجیکستان کردن سر دولتی. یگان سر دولتی دیگری در تاجیکستان وجود ندارد و این جناب عالی میآید و میرزا نبات فضلنام جناب عالی میآید و میگه که خب جناب عالیش خب چی کرده است، چی میگن، دور ریزی کرده است و گفت است که خب قضیه بدخشان را به طور مصالحت آمیز حل کنید. یعنی به طور مصالحت آمیز همونایی که
شما اونو را عذر در پیگرد قرار دادید، به طور مسئولیت آمیز اونو را بیارید در ترمه شنونید و یگان کار دیگر نشود. مشکل ما هم همین است. مسئولیت آمیز نه، به طور قانونی عادلانه بگو حل شود. مسئولیت آمیز یعنی مسئولیت آمیز یعنی چی؟ ما جنگ نمیخوایم با بدخشانی ها یا چی؟ شما جنگ کردنی بودید از ابتدا و خیلی همین میرزا نباتوف در ابتدا همین سخنایی که میرزا نباتوف کرد، همون دعوایی کرد از تلویزیون بدخشان، دعوا کرد که ما شما را همه شما جایتان پس پنجره است، یعنی ما با قوه میاییم شما را یا به ضرر میگردانیم یا پس پنجره میبریم. انا همین خب جناب آمده است گفت است که ما از قضیه بدخشان را به طور مصالحت آمیز حل خواهیم کرد. خب آخرا میخواستم به شهروندان تاجیکستان، به تماشابینان، به جانبداران پیمان ملی تاجیکستان و همه هموطنان بگویم که خب در مسئله داغ روز، مسئله هجوم روسیه به جمهوری اوکراین است. بنده موقع شخصی خودم رو میگویم که من محکوم میکنم این هجوم رو و هر شهروند تاجیکستانی که خدای ناخواسته در این قضیه جانبداری همین جنگ باشد، او را من در دوستام و در جانبدارام دیدن نمیخوام، چون که این مفکوره استعماریه که چخیل میشود آدمی که خود را پاتریوت یا وطن دوست بگوید ولی مفکوره استعماری داشته باشد. من این را درک نمی کنم. اون نفری که مفکوره استعماری دارد، امروز که برای او شاید رحمانوف با کدام چیز معقول نباشد، با کدام نمیدونم عملهای دیگری، یا با یک برادر گفت که او اگر بر ضد حجاب نباشد من با او مشکل ندارم، یکی به خاطر همین دیگری به خاطر یگان مسئله دیگر شاید بدبینی شخصی نسبت رحمانوف داشته باشد، لیکن مفکوره استعماریش مشکلی ندارد. یعنی با پوتین او مشکل ندارد در قضیه اوکراین، لیکن با رحمانوف کدام یک مشکلی دارد. یعنی چنین آدما نمیتوانند، با چنین آدما ما نمیتوانیم در جمهوری تاجیکستان اصلاحات را وارد سازیم و یک شهروندای آزاد دوست و آزادی خواه و یک جمهوری واقعا صاحب استقلال را، یک دولت واقعا صاحب استقلال و ارزنده رو پایه‌گذاری کنیم. برای همین من دعوت میکردم از شهروندان جمهوری تاجیکستان که از تماشای تلویزیون های تبلیغاتگری است، همین پروپاگاندا روسی هر قدر کف پروپاگاندا عموما فرق نیست، ولی روسی است، تاجیکی است، افغانی است، امریکایی است، از پروپاگاندا خیلی خود را کنار گیرید. از تبلیغات خوشکخالی که تبلیغات دروغینی که هست امروز، تبلیغات دروغین برده ایستادن، از این کنارگیری کنید و مفکوره استعماری را یک سو گذارید، چون با این مفکوره ما نمیتوانیم جامعه مدنی را در تاجیکستان تأسیس بدیم، رونق بدیم، رشد بدیم و ما نمیتوانیم در تاجیکستان یک جامعه مردم سالار را قانون محور را تأسیس دیم. برای همین ما باید با مفکوره خود، با تفکر خود کار کنیم که سفید و سیاه را از یکدیگر شناختن توانیم و در هر حالتی نباشد ما باید طرفدار همون چیز نباشیم، ناعدالتی نباشیم. بگذار او یک
همشهر ما باشد، هم زبان ما باشد، هم مذهب ما باشد، نمیدانم هم دین ما باشد، نمیدانم هم فکر ما باشد، لیکن اگر او ناعدالتانه امروز حتی من مشکل نداشتم با اون برادرانی که در این چند سال از سال 2014 به این سو در بین برادرها خیلی بحث ها می شد، یکی جانبدار پوتین، دیگر جانبدار اوکراین چیز، با اونا مشکل نداشتم. لیکن امروز که اینها آمدند و هجوم خیلی غیر قانونی و غیر انسانی و غیر نمیدونم چیز بگم حد شکنانه به اوکراین کردن، این رو یگان نفر باید توجیه نکند، یعنی اپرافدت نکنید. اونایی که حتی جانبدار سرسخت پوتین هستند باید که اگر تاجیک باشید، اگر شما برای تاجیکستان خود آزادی خواهید، اگر شما تاجیک باشید و جانبدار همین رژیم رحمانوف باشید، برای شما حلال است. برای شما حلال است جانبدار همین جنگ پوتین بودن. لیکن اونهایی که جانبدار آزادی خلق تاجیک هستند، اونهایی که مقابل همین خودکامگی حکومت تاجیکستان هستند، اونهایی که مقابل حکومت خانوادگی هستید در تاجیکستان و جانبدار یک دولت مردم سالار در تاجیکستان هستید، جانبدار یک دولت مردم سالار قانون محور هستید و شما در همین پخشای مستقیم برادران مبارز ما میآیید و اشتراک میکنید و دعوت میکنید و خب میگوید که ما باید از این ظلم بیرون آییم. شما حق ندارید در همین جنگ جانبدار رحمانوف بودن. یک بدخشانی امروز حق ندارد جانبدار رحمانوف بودن. یک بدخشانی. میدونید برای چی؟ اون بدخشانی هایی که امروز بله میرزانباد حق دارد جانبدار پوتین بودن، لیکن اونهایی که امروز 3 ماه است که از ظلم و از ناعدالتی سخن میکنیم و در همین افیرها میبراییم و در همه جا اظهارات پخش میکنیم، ما و شما حق نداریم در همین قضیه حتی در دل خود علنی گفتن تماما حق نداریم، در دل خود هم هوادار همین جنگ پوتین با اوکراین باشید و انتظار پیروزی پوتین باشید. خب شما اگر همه پامیری ها همین خیل باشیم، ما ارزش همون هجوم غیر انسانانه، غیر آدمی مانه و غیر انسانانه رحمانوف به فویتیموف هستیم اگر ما از این جانبداری کنیم. همین خیلی دیگر شهروندان جمهوری تاجیکستان، من برای چی همین نگفتم؟ با چنین شهروندایی که امروز چنین شهروندایی که در تاجیکستان بر ضد ظلم رحمانوف استاد شدنی اند و بر ضد ظلم رحمانوف حتی به انقلاب دعوت میکنند و ما را میگویند که کی انقلاب میشود، کی اعلام میکنید انقلاب. اگر امروز اونها جانبدار پوتین باشند، با اونها انقلاب کردن غیر امکان است. آنها بجز اعلامیه دیگر به هیچ قادر نمیشوند، چون که اونها آزاد نیستند، آنها آزاد بودن نمیخواهند، آنها آزاد بودن نمیتوانند و آنها مفهوم آزادی را نمیدانند. برای همین با چنین آدم ها راه من با چنین آدم ها جدا است. خب اگر در خط کسی باشد مرحمت، اگر نباشد با همین شاید برنامه ما رو خاتمه بخشیم. خب مادامی که نیست هیچ کس، خدا یار و مددگار همه ما و شما باشد.